آینه داره چیز عجیبی نشون میده. یه پسر که پیر شده داره از درون داد میزنه، ولی آینه نمیتونه چیزی بگه. اون فقط تصویر پسر نشون میده که انگار از درون و بیرون شکسته، دیگه نای ادامه دادن نداره. اون پسر از مردم شنیده خدا خیلی مهربونه، اما این ظلم به ما جای بخشش نداره. پسر رو به آینه میگه پس این خوشی کجایه؟ چرا هر چی سنگه برای پای لنگه، همه چی بی جوابه. پسر هم دیگه به آینه نگاه نمیکنه، چون آینه چیز عجیبی رو نشون میده. که دیگه به عقب بر نمیگرده.